سلام سلام کمیسک الختام. به نام آن که جان آفرید. برادر و خواهر ایمانیم، امروز جمعه است، روز طاعت و عبادت، روزی است که خداوند در این روز دعاهای ما را قبول می‌گرداند. پس در این روز صلوات فرستادن را فراموش نکنیم. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: به درستی خداوند و فرشتگان بر پیامبر صلوات می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر او درود بفرستید و سلام بگویید، سلام نکو. شنونده عزیز، پس بیا با هم صلوات بفرستیم، چون در این روز الله سبحانه و تعالی و فرشتگان به پیامبر صلوات می‌فرستند. بیا ما همراه آنها بشویم و بدانید که هر یک صلواتی که ما می‌فرستیم، خداوند بر ما 10 صلوات می‌فرستد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. پس صلوات فرستادن را در این روز بسیار نماییم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.